سلام و درود به همه دوستان و همسنفی های عزیز. امروز اینجا جمع شدیم تا روز بسیار ویژه را گرامی بداریم. روز دختر، روزی که یادآور لطافت، مهربانی و قدرت بی پایان دختران در زندگی ماست. دختران نه تنها چراغ خانه ها و دل خانواده ها هستند، بلکه آینده ساز جامعه اند. آنها با خلاقیت، تلاش و هوش خود نشان می دهند که می تواند دنیا را تغییر دهند. هر دختر با رویاها، امیدها و استعدادهایش می تواند الگویی برای دیگران باشد و ثابت کند که هیچ کاری برای دختران غیر ممکن نیست. دوستان عزیز، ما امروز فقط زیبایی و لطافت دختران را جشن نمیگیریم، بلکه اراده، تلاش و توانایی هایشان را هم ارج می نهیم. هر موفقیت کوچک یا بزرگی که دختران به دست می آورند، نه تنها زندگی خودشان بلکه زندگی اطرافیانشان را هم روشن می کند. بیایید امروز هم یاد بگیریم که به دختران احترام بگذاریم، از آنها حمایت کنیم و محیط پر از فرصت و امید برایشان بسازیم. زیرا وقتی دختران رشد کنند و شکوفا شوند، جامعه روشن‌تر، مهربان‌تر و موفق‌تر خواهیم داشت. دوست دارم امروز این جمله را با هم به یاد داشته باشیم: یک دختر یک جهان از توانایی و امید است. پس با هم این روز را جشن بگیریم و برای دختران عزیز مکتب و در زندگی خود بهترین ها را آرزو کنیم. روز دختر بر همه دختران عزیز مبارک. سپاسگزارم.